10 پیشبینی علمی ترسناک برای 10 ساله آینده. سلام، خوش اومدید به یکی از ترسناکترین و عمیق‌ترین ویدیوهای علمی کانال 10 تا فکت، جایی که آینده همیشه تاریک‌تر و پیشبینی ناپذیرتر از چیزیه که تصور می‌کنیم. بیاین ببینیم دنیا واقعاً داره به کدوم سمت میره. علم هر روز با سرعتی پیش میره که حتی خود دانشمندا رو هم غافلگیر میکنه. اما بعضی از پیشبینی‌هایی که برای 10 سال آینده وجود داره اونقدر تکان دهنده و ترسناکه که اگر حتی نیمی از اونها اتفاق بیفته، زندگی بشر برای همیشه تغییر میکنه. در این ویدیو از کانال 10 تا فکت میریم سراغ 10 پیشبینی علمی وحشتناک که تا سال 2035 ممکنه کاملا واقعی بشن. پیشبینی‌هایی که شاید آینده ای رو بسازن که اصلا آمادگی دیدنش رو نداریم. بریم سراغ شماره 10. موج گرمای بی سابقه و غیر قابل مهار. دانشمندان هشدار دادن که تا 10 سال آینده زمین وارد گرمترین دوره چند میلیون سال اخیر میشه. دمای بخش‌هایی از جهان ممکنه به حدی بالا برسه که زندگی انسان در اون مناطق غیر ممکن بشه. شماره 9. انقراض گسترده گونه‌های حیوانی. مطالعات جدید نشون میده تا سال 2035 ممکنه بین 10 تا 30 هزار گونه جانوری برای همیشه از زمین حذف بشن. این یعنی نابودی اکوسیستم‌ها و آغاز یک چرخه خطرناک در طبیعت. شماره 8. هوش مصنوعی جایگزین شغل‌های انسانی میشود. تا کمتر از یک دهه آینده هوش مصنوعی ممکنه جای میلیون‌ها کارگر و کارمند رو بگیره. از راننده‌های گرفته تا کارمندان اداری، حسابدارها و حتی برنامه‌نویس‌ها. دانشمندان این دوره رو بزرگترین جابجایی شغلی در تاریخ بشر میدونن. شماره 7. کودکان طراحی شده ژنتیکی. احتمالاً تا سال 2035 شاهد نسل جدیدی از انسان‌ها باشیم. انسان‌هایی که ژن‌هایشان قبل از تولد ویرایش شده تا قوی‌تر، باهوش‌تر یا حتی زیباتر باشن. این فناوری میتونه بیماری‌های ژنتیکی رو حذف کنه، اما در عوض دنیای نابرابری ژنتیکی ایجاد میکنه. شماره 6. بحران جهانی آب در بیش از 40 کشور. دانشمندان معتقدند تا یک دهه آینده کمبود آب آشامیدنی به بزرگترین بحران جهان تبدیل میشه. این یعنی جنگ‌های آبی، مهاجرت‌های گسترده و کمبود شدید مواد غذایی. شماره 5. ظهور ویروس‌های مصنوعی مقاوم. با ترکیب بیوتکنولوژی و هوش مصنوعی، دانشمندان هشدار میدن که امکان ساخت ویروس‌هایی وجود داره که عمدن و به صورت آزمایشگاهی طراحی میشن. ویروس‌های مقاوم‌تر، هوشمندتر و بسیار سخت‌تر از ویروس‌های طبیعی. شماره 4. پایان حریم خصوصی به خاطر هوش مصنوعی نظارتی. تا سال 2035 هوش مصنوعی قادر خواهد بود با نگاه به چهره و رفتار افراد، حرکات و تصمیم‌های آینده اونها رو پیش بینی کنه. این یعنی جهان وارد دورانی میشه که تقریباً هیچ چیز خصوصی باقی نمیمونه. شماره 3. کمبود غذای جهانی. تغییرات اقلیمی در 10 سال آینده میتونه باعث کاهش شدید تولیدات کشاورزی بشه. قیمت غذا در جهان بالا میره و بعضی کشورها با بحران گرسنگی روبرو میشن. شماره 2. ربات‌های انسان نما وارد زندگی روزمره میشوند. تا سال 2035 ربات‌های انسان نما به عنوان پرستار، خدمتکار، نگهبان، فروشنده و حتی همکار در کنار انسان‌ها کار کنند. این یعنی ورود به دنیایی که در آن بشر تنها گونه هوشمند فعال نخواهد بود. و شماره 1. کشف انرژی جدیدی که قوانین فیزیک را تغییر می‌دهد. قدرتمندترین پیشبینی علمی 10 سال آینده احتمال کشف یک نوع انرژی جدید که نه تنها سفرهای فضایی رو متحول می‌کنه، بلکه میتونه منبع بی‌پایانی برای برق جهان باشه. دانشمندان معتقدن این انرژی میتونه بزرگترین انقلاب تکنولوژیک تاریخ رو ایجاد کنه. اینها فقط 10 پیشبینی ترسناک علمی برای 10 سال آینده بود. پیشبینی‌هایی که ممکنه آینده بشر رو به طور کامل تغییر بدن. بعضی از اونها شاید هرگز اتفاق نیفته، اما بعضی‌ها همین حالا هم نشونه‌های واضحی از وقوعشون دیده میشه. اگر از این ویدیو لذت بردید و می‌خواید ویدیوهای بیشتری درباره فکت‌های علمی، تاریخی و اتفاقات مرموز ببینید، حتما کانال 10 تا فکت رو سابسکرایب کنید. زنگوله رو بزنید و برامون توی کامنت ها بنویسید که کدوم پیشبینی به نظرتون واقعاً ممکنه اتفاق بیفته یا کدومش از همه ترسناک‌تر بود. تا ویدیو بعدی موفق باشید.